بالاخره یکی دو تا مأموریت جدید واسه تبسواب اومد. عجبی، خسته نباش دلاور. کجا بودی این همه مدت؟ داخل این ویدیو قراره با هم بریم کلی سکه و جوایز رایگان از تبسواب بگیریم، به اضافه قیمت احتمالی، دارم میگم احتمالی تبسواب و تاریخ لیست شدن تبسواب. پس بهت پیشنهاد میدم تا آخر ویدیو رو تماشا کن، چون ویدیو خیلی خیلی جذاب و دیدنی قراره باشه این ویدیو. اگه هم تا الان ویدیو رو لایک نکردی خوشحال میشم همین الان لایک رو بزنی، و اگه هنوز عضو کانال یوتیوب ما نشدی الان بهترین فرصته. یوتیوب ما رو سابسکرایب کن و اون زنگولش هم حتما بزن تا هر موقع ویدیو جدید گذاشتیم سریع با خبر بشی و بیای ویدیو رو تماشا کنی. راستی لینک کانال تلگرام هم داخل دیسکریپشنه، اگه دوست داشتی میتونی تلگرام ما رو هم دنبال کنی. خب بریم سراغ اصل مطلب. این تبسواب ببینی کاملا حقیقی. خب وارد تسک میشیم، پایین که دارم علامت میزنم میبینی یه دایره قرمز، نقطه قرمز هم اومده روش. خب واو کیف پولی مولی اضافه شده نشده، حالا نگاه میکنیم با هم. خب دو تا گزینه برام اومده، این یه گزینشه 1,000,000 سکه هم بخواد به اون بده. دمت گرم اشتی، دمت گرم. خب اینجا چی گفته؟ میگی برید ویدیو رو نگاه کنید، با هم بریم انجامش بدیم. صدا اینم کم بکنم، فکر کنم احتمالاً تبلیغی چیزی باید باشه. خب استارت میشن واسه بیدیم میزنیم روش. خب اینجا روش میزنیم. خب ببینید اینجا توی ویدیویی که باید تا آخر نگاه بکنیم، تقریبا 2 دقیقه و 28 ثانیه هم هست. این ویدیو رو باید نگاه کنیم، مثل اینکه کانال یوتیوب چیزم هست، تبسواب هست. دمش گرم، لایکش میکنیم، سابسکرایبش هم میکنیم، زنگولش هم میزنیم. شما همین کار رو واسه کانال من بکنید. دمتون خیلی خیلی گرمه. 41 دقیقه پیش گذاشتی تقریبا 4K ویو گرفته، خدا بده برکت. خب میذاریم این باید کامل پر بشه، این چیزا کامل باید پر بشه. و اینم بهتون بگم بچه ها، واسه قیمت تبسواب قیمت احتمالیش ما تقریبا باید مثل نات کوین حساب بکنیم. قیمتش تقریبا قراره چجوری باشه، یعنی مثلا هر 100 میلیونش مقداری از صفراش که بزنه تقریبا 10,000 تا به ما خواهد داد. 10,000 تا توکن اصلی 11 تیر قراره بسته بشه تبسواب. خب بعدش به ما میاد چیکار میکنه؟ میاد توکن تحویل میده، سکه همونو میگیره توکن میده. 100 میلیونش احتمال خیلی 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 زیاد میاد 10,000 توکن میده. توکناش هم قیمتش تقریبا مثل نات کوینه، حالا یا چند میلیون بالاتر یا چند میلیون پایینتر. یعنی 100 میلیون 10,000 توکنش، یعنی همون حالا ما 100 میلیون داریم حساب میکنیم. 100 میلیون سکه تبسواب تقریبا میشه اولوش 60 تا 80 میلیون تقریبا، یعنی چیزی که دارم تخمین میزنم که این قیمت باید باشه. قیمت خوب و شیرین و 100% خیلی هم خوبیه. خوش بال اونایی که 2 برابر کردن، البته که حساب بکن 30 میلیون 40 میلیون داشتن خیلی راحت شد 80 میلیون. میبینی فقط 400,000 تا 500,000 تا دادن. البته حالا ما داریم تخمین میزنیم، شاید این موقع روزی برسه که بگیم بعد به حال اونایی که اومدن 2 برابر کردن، پول تون دادن، کوین دادن 2 برابر کردن، یعنی باید در نظر بگیری. ولی نه، احتمال خیلی زیاد باید بگیم خوش به حالمون. منم جز یکی از اونا بودم. خب بذاریم ویدیو کامل تموم بشه، کامل باید تموم بشه، تو ذهنت باشه. خب آها الان تموم شد. برمیگردیم داخل این. خب اوکیه، خندیدیم. برمیگردیم داخل اینجا. یه رمز ازمون میخواد، یه رمزی که من میگم و شما واردش میکنی. 73 براتونم میخونمش، صدایی هم زیاد بکنیم. خب 73 90 0 یه 2 هم میزنیم در کنارش، این رو میزنیم. اوکیه، میبینی فینیش میشن. خیلی هم خوب. 200,000 تا سکه. دمت گرم، لطف داری مشتی، خیلی هم خوب. حالا یکی برمیگردیم عقب، ما به این سادگی که تسلیم نخواهیم شد.
این فقط 200,000 تاش بود. حالا میریم سراغ بعدی. روی این میزنیم. خب join or YouTube. بازم باید بریم داخل یوتیوب، میزنیم روش. اینجا start میشن 500,000 تا هم سکه به اون میده. دمت گرم. میزنیم روش. سابسکرایب تو آر یوتیوب چنل 100% ما سابسکرایب کردیم. مشتی یه بار دیگه میزنیم گو. این رو لغو اشتراک میزنیم. یه بار دیگه اشتراک میزنیم. اون زنگولش هم میزنیم. حالا برمیگردیم داخل خود میزنیم چک. خیلی هم خوب. اینجا 29 ثانیه باید صبر بکنی. اگه ویدیو 3 میلیونی رو یادتون باشه که من گذاشتم داخل یوتیوب مال تبسواب دقیقا توضیح داده بودم. اینجا اولش ارور میزنه 31 ثانیه میگه باید صبر بکنی، بعدش اوکی میشه. میتونی اوکی بزنی و 500,000 سکه بزنی بر بدن تا بشوی کرگدن. خب یه هر از گاهی مزه براتون میریزم یکم ویدیو به قول معروف واسه شما قشنگتر بشه. خب don't finish میشن 500,000 تا اینجا گرفتیم. دمت گرم. احتیاج داشتیم به این سکه چون قراره به این زودی همش تبدیل به دلار بشه. میخوام دلار بگیریم. خب یکی برمیگردیم عقب. خب دیگه اینجا چی داریم؟ این هم خود تسکای دیگه بوده مال قبلا انجام دادیم، چیزی نیست. این هم میبینیم میشن کامپلت انجام دادیم، کامل انجام دادیم. همین دوتا بوده فعلا. اینا هی داره پر میشه. نگاه کنید بچه ها دیگه چیزی نیست که اینجا بخوای بزنی. هرچی تو برش میریم نه اینا دیگه چیزی نیست. فقط اینه. اینم فکر کنم هی داره چیز میاد ماموریت و چیزای دیگه. حالا من نمیدونم توی 2-3 روز دیگه چجوری داره برای ما اینا رو میاد بیرون. الان میبینی اینجا یه خط زرد داره. این خطا یکی داره پر میشه. فکر کنم پر که بشه اینجا هم 1 میلیون بهت میده، ولی تو این تایم کم حداقل الان باید 4-5 بهمون میداد که پر بکنیم بگیم ایول مثلا بقیه‌اش هم فردا میده یا فصل فردا میده. حالا من تو این موندم. خب کانال یوتیوبش هم تازه زده تبسواب، از همینجا بهش تبریک میگیم. خب بچه‌ها دیگه اینو انجامش دادیم. اینم بهتون بگم واسه تون کیپر از این الان برای ولت خیلی هم میگن ولت کو ولت. من خود شخص من الان اکانت اصلیم که همین اکانت اصلیم 2 تا اکانت دارم که اونم احتمال 90% اون یکی رو باید پاکش کنم. خب چرا؟ چون قبلا واسه همسترم توضیح دادم اینو که چند تا اکانت دارن روی گوشی حالا فرقی نداره. حالا یکی میاد میگه اکانت من تلگرام من نمیدونم طلایی یا هر چیز دیگه روی خط دیگه بوده. نه خود آی پی تشخیص میده. خود آی پی که داری سکهات استخراج میکنی تشخیص میده آی پی گوشیت که این سکه از کدوم گوشی استخراج شده. پس به این سادگی نمیشه تبسواب همستر رو گول زد. من همسترم یک اکانتمو پاک کردم. او بازم خود دادی. ممکنه 1% تمام اکانتات مسدود بشه، ممکنه 1% هیچی از اکانتات مسدود نشه. پس این یه نظر شخصیه. من خودم اکانتمو پاک کردم، یه دونه از همسترمو. خب چون 2 تا همستر داشتم الانم 2 تا تبسواب دارم، یکیشو میخوام پاک کنم. دلیل اینم که الان پاکش نکردم اینه چیه؟ چون من اکانت دومم به ولت وصل کامل اوکیه. نگاه کن وارد ولت هم که میشم، وارد ولت میشیم. این تو ذهنت باشه اینجا خیلی الزامی ها، تو ذهنت باشه چون ممکنه بسته بشه چیزت، یعنی سکه گیرت نیاد. خب میام روی ولت 3 اگه اشتباه نکنم. ولت 3 هست. ولت 3 الان نگاه کن. ولت 3 الان ما زدیم. این قسمت شما هم اگه به ولت وصلش کردی نگاه کن بیا ولت انتخاب بکن. میای پایین این قسمته روش میزنی. اینجا 2 تا گزینه میاد بالا. گزینه سمت راستی میزنی کانکتد. میبینی الان تبسواب من روش وصله. مال شما هم اگه میخوای بفهمی تبسوابت به کیف پولیت وصله حتما باید داخل کیف پولیت لوگوی تبسوابت مشخص باشه، تو ذهنت باشه. اگه نباشه مشکل داره. حالا اکانت دوم من یعنی اکانت اصلیم اون اکانت دومم بود همستر تبسواب که الان نشونتون دادم. اکانت اصلیم خب تبسواب که الان این هست روش هستیم. میبینی 187 میلیون من چیز دارم سکه دارم. خب این اکانت اصلیمه. اکانت اصلیم الان برمیگردم داخل ولت. اکانت اصلیم روی این بوده، روی این ولت 1. حالا نگاه کن روش که میزنم
میام بالا. اونو ندارم، اون چیز تپ سواب رو این نیست. پس اکانت اصلیم هنوز رو این نیست. من کیف پولی 100% تا قبل از بسته شدن تپ سواب که 11 تیر وصل خواهد شد، یعنی اضافه میشه که بتونی به کیف پولی متصل بکنی. من به کیف پولی متصلش بکنم 100% اکانت دوممو حذف میکنم. تازه 1 تونم خرجش کردم ولی دیگه مجبورم. خب بچه‌ها این ویدیو امروز ما بود. اینم نکاتی بود که 100% باید میدونستی واسه تپ سواب تو ذهنت باشه. سرسری نگیر چیزی که گفتم، یه موقع اکانتات مسدود نشه. قشنگ بشین فکر بکن، به نظر خودت کلاه خودتو بکن قاضی. تپ سواب به این سادگی دم به طرف میده که یه نفر بیاد چند تا اکانت بریزه رو یه گوشی برای خودش سکه استخراج بکنه، آخر کار بیاد پول بده. حالا بازم خود دانی، هر جو خودت صلاح میدونی. اینم نظر توصیه من نیست، یه موقع پاک نکنی بگی تقصیر تو بود، من 2 تا اکانتمو پاک کردم آخر کار نمیدونم هیچی از اکانتا دلت نشده مسدود نشده. من پیشنهاد دادم، حالا هر جو خودت صلاح میدونی. لایک ویدیو یاد نره، کامنت حتما بذار، کانال سابسکرایب کن و اون زنگولش هم بزن تا از همه ویدیو جدید ما مطلع بشی و بیای ویدیو رو تماشا کنی. لینک کانال تلگرام هم داخل دیسکریپشنه، اگه دوست داشتی میتونی تلگرام ما رو هم دنبال کنی. خیلی خیلی دوستتون دارم. الانم 2 تا ویدیو پیشنهادی اومده روی صفحه، 100% ارزش دیدن رو داره. میتونی رو هر کدومش دوست داشتی کلیک کنی و ویدیو رو تماشا کنی. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، فعلا.